فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده عزیزی از مهاباد، چهارشماره اخیرشون 4716 نوشتن که حدود 2 ماه هست که زندگیشون از این رو به این رو شده. همسرشون حالش تغییر کرده، بعد از 20 سال زندگی طلاق میخواد. میگن جن دارد، از خواندن قرآن فرار میکنه و دعایی، راهی، چاهی. متشکرم. من قبل از اینکه پاسخ بدید، همین پناهگاه مسلمان کتابی رو که معرفی کردیم، اگر در مورد اینم مختصر توضیح بدید که انسان اگر این اذکار رو صبح و شام انجام بده از همه این مصیبت ها ان شاء الله باذن الله تعالی در امان خواهد بود. در روایات اسلامی و در احادیثی که به اصطلاح ما داریم موارد بسیار متعددی رو بیان شده به عنوان این که انسان در به چه صورت میتونه که در ذمه الله متعال باشه، در حفاظت الله متعال باشه. یکی از این موارد که خیلی مهم هست و عموما کسانی که مبتلا به سحر میشوند، مبتلا به جن زدگی میشوند، این مورد رو کاملا فراموش کردن و اون این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که نماز شب را با جماعت در مسجد بخواند تا صبحش در ذمه الله متعال است، یعنی در حفاظت و پاسداری الله متعال است. و هر کسی که نماز صبح را با جماعت در مسجد بخواند این در حفاظت و پاسداری الله متعال است تا مغرب. این بزرگترین تضمین هست برای ما، یعنی انجام دادن فریضه نماز در واقع یکی از بزرگترین تضمین ها و بزرگترین راهکارها و مفیدترینش برای دوری یا نجات از سحر و جادو و همچنین حتی از چشم زخم و به اصطلاح مواردی از این قبیل هست. و غیر از این دعاهای دیگری وجود داره، آیات قرآنی هست، اذکار صباح و مسا هستند که این اذکار خودشون یک نوع استغاثه هست، یک نوع در واقع پناه بردن به الله متعال است که انسان صبح و شام در یاد الله متعال باشد و این ادعیه را بخواند و خصوصا در این زمینه آیت الکرسی که بعد از نماز صبح بخواند، در بعد از نمازهای دیگر بخواند، یا سوره های دیگری مانند معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس و دعاهای دیگری که در این زمینه وجود دارد، اینها بهترین ضامن هستند و مفیدترین امر هستند برای اینکه انسان را از شر جن و شیاطین ان شاء الله نجات بدن. و توصیه ما به این بیننده عزیزمون این است که پایبند عبادات باشند، هم خودشون هم همسرشون، و این اذکار رو حتما بخونند، هم خودشون بخونند، همسرشون بخونند، و اگر حتی همسرشون به اندازه وضعیتشون به اصطلاح نامناسب و خرابه که نمیتونه بخونه، خودشون میتونن این آیات قرآن را و این دعاها را بخونند و بر ایشان بدمند، یا اینکه بر لیوان آب بخوانند و بدمند تا اینکه این بیمار بخورند ان شاء الله قطعا مفید واقع